اگر که شما در پنجشیر باشین بالای چشم ما جای دارید، به خاطری که شما در وقت قهرمانی تانه، مهمان نوازی تانه، زحمت تانه، کوشش تانه، مجاهدت تانه که مجاهدین یکی از راه های جهاد، یکی از وقتایی که پیغمبر وقتی که هجرت میکنن از مکه به مدینه و او انصار و او به یک ترتیب کسایی که در مدینه به اینا خانه و کاشانه میتن و تمامشان پیغمبر دعا میفرسته که این کمتر از جهاد نیست. این قضیه را شما با حمایتتان، با میزبانیتان، با صداقتتان و مردانگیتان نشان دادید در وقتی با تمام نیروی کفری و خطر و دیگه هزار یک فشار شما مجاهدین با آغوش باز پذیرفتید. امروز ما مردم پنجشیر این مجاهدینی که میبینید خودشان مجاهدین های پنجشیر و قماندان ها و خرد و کلان پنجشیر کلگی با آغوش باز شما را میپذیرند و در اینجا تا وقتی که بخیر انشالله کاری که میکنیم همیست که امرای مجاهدین ما با مشوره اینا با مشوره شما مشکل وطن هم حل بکنیم که پس بخیر شما سر خانه و کاشانه و باغ و درخت و زمینتان برید. پس بخیر انشالله مصروف به زراعت و کشاورزی و کار و دیگه سرنوشتتان برید. تا او وقتی که بخیر دست به دست ما و شما این مشکل حل میکنیم، این خانه تان، این دره تان، خرده گم، کلان گم، هر چیزی که باشه پنجشیری در خدمتتان. هیچ وقتی احساس نداشته باشید که کدام مملکت بیگانه و ملک بیگانه رفت. پنجشیر از پنجشیری که در خانه تو هست. چرا؟ چون تو قهرمانی تا وقت نشان دادی، تو پنجشیری بودن تا وقت نشان دادی، تو مردانگی بودن تا وقت نشان دادی. پنجشیر تنها یک دره است برای شغل نیست. دیگه مجاهد بودن تنها از شغل تا فریاد بودن نیست. ما و تو یک خانواده هستیم که از آخر باغ‌های بدخشان تا ریگزار هلمند یک دست به اون لحاظ هر گپی کار چیزی باشه یاد احمد شاه مسعود، مجاهدین احمد شاه مسعود، آدرس احمد شاه مسعود و مردم پنجشیر در خدمتتان است. نعره تکبیر!